خیلی خفنه این. خیلی ویدیوش خوبه حاجی. سلام به وحشت تایمیا، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز اومدیم با یه پارت دیگه از اپیزود دوبله فارسی جستجوگرا. امروز هم به درخواست شما داخل کامنت ها یه ویدیو از فرانکو آوردیم و امروز یه مهمون خیلی ویژه داریم. داداشم از کانال آدرنالین مسیح عزیز امروز اومده با هم دیگه ویدیو رو ریاکت بریم. مسیح جان حالت چطوره داش؟ قربونت برم عزیزم. یه سلام احوالپرسی با مخاطبات بکنم. درود به همگی، درود به تمام فارسی زبان‌های کل دنیا، چه از وحشت تایمی ها، چه از آدرنالینی ها و چه از کسایی که تازه دارن این ویدیو رو میبینن. عاشق یکایکتونم. قراره یه ویدیو فوق ترسناک و هیجان انگیز رو با هم دیگه ببینیم. پس اول از هر چیزی این ویدیو رو لایک بکنید و این کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال بکنید، چون قراره که یک عالمه با هم دیگه بترسیم. بچه ها لایک ها خیلی میریزه چون کانال رو زدیم. لطفاً اگه دوست دارین دوباره با مسیح ویدیو بذاریم و ویدیوهای ریاکت 2 نفره بذاریم که یه حرکت تازه‌ایه تو ژانر ترسناک، هم دوبله فارسی هم ریاکت 2 نفره به دوبله فارسی، حتما لایک های این ویدیو رو به 100 تا برسونین، من بفهمم که ویدیو رو دوست دارین. حالا بدون معطلی بریم سراغ ویدیو که با هم دیگه بترسیم. چه خبر بچه‌ها؟ من برگشتم به قبرستونی که مردم رو در حالی که تو جنگل و منطقه چوبیش قایم می‌شدن می‌دیدم و تمایل دارم به آرامگاه‌ها بیان. پس الان من دارم برمیگردم اونجا. فقط یک کم فاصله داره تا اینجا، ولی این مکان خیلی ترسناکه، کاملا تاریک و بدون نور این شکلیه. می‌بینین چی میگم؟ آیبیمو روشن میکنم، دارم میرم سمت پشت قبرستون. عجب جای قبرستونه. آره حاجی، من یه بار رفتم کرکوپرم ریخت. خیلی جرأت داره این. واقعا قبرستون جستجو رفتن حاجی خیلی جرأت میخواد. من یه باری خبطو کردم دیگه نمیکنم. این جاییه که اون فرد که داشت راه میرفت دیدم. لعنتی، یه چیزی میبینم. همین که دولش کردی دمت گرم، خیلی خفن شده. قشنگ یه چیزی دم داره راه میره. یه چیزی دیدم. دیدی؟ انگار نه همونیه که دیدم. انگار با دستاش خودشو بشید. نمیدونم باجی من موهای تنم سیخ شد. پشت بوته ها از راست به چپ میخزید. دقیقا میخزید. من این واقعا ترسناکه. حالا خیلی ها تو کامنت ها میگن مثلا اینقدر راحت نمیترسه و نترسه و نشون میده به این وضوح فیکه. نظر تو چی مسیح؟ نه نمیشه گو. ببین چون سطح تجربه هر فردی با فرد دیگه متفاوته. ببین نگاهی الان در حالت عادی نمیترسه، خب ولی اون صحنه رو دید، خب خودش هم میگه خیلی ترسناکه. آره. بعد خیلی جاها هم شده امیر، من دیدم چون قدیم بهش ریاکت میرفتم، خیلی جاها فرار میکرد، یعنی قشنگ فرار میکرد از ترس جونش. خب بعدش نمیشه گفت که آره فقط نترسیدن و ترسیدن رو نمیشه معیار واقعی یا عدم واقعی بودن یه ویدیو قرار داد. خاطر هم قضیه میخوام از این طرف بیرون بیام. چیزی که هست دوبله، حالا مثلا ممکنه دوبلور اینجا حسشو در نیاره ولی تو صدا اصلی خودش واقعا میترسه. آره دیگه. نگاه حتی پیاده هم نمیشه، با ماشین داره میره اون سمت. دقیقا. آره مطمئنم یکی دیدم که این پشت قایم شده بود. این بوته دقیقا همونجا. برمیگردم به جاده. اصلا دوست ندارم اینجا گیر. ببین ریسک نکرد پیاده بشه. آره همونو دور زد. خیلی ترسناکه. این آفرین، واقعا ترسناک و خطرناک. من اصلا توقع نداشتم اونو ببینم. از راست به چپ خزیده بود. یه چیز سیاهی هم روش داشت، مثل یه شنل سیاه. چه خبر؟ خب من الان اینجا هستم. قبرستون رو ترک کردم و ماشینمو یه جا دیگه پارک کردم و برگشتم داخل.
الان اینجام، ولی نزدیک اون مکانی که اون یارو به طرف بوتا حرکت کرد نیستم. اون دورتر از اینجاست. من اینجا آمدم تا ببینم چی کار باید بکنم و تا الان به نظر خالی میاد، هرچند من چیز دیگه ای دیدم. وقتی داشتم این طرف می اومدم دیدم این نورا دارن خودشون رو نشون میدن. دفعه قبل اینجوری نبود، این جدیده، ولی 3 تا نور عجیب هست. بذارید ببینم میتونم بهتون نشون بدم. خب الان میبینینش؟ علی چه دوربین و چه ابزارهایی دارن آجی، همه چیشون خوبه. آره خدا اینا ما اینجا داریم حفظ میشیم، این همه استعداد داریم ولی به خاطر کمبود تجهیزات. دقیقاً. بس که داشت به خاطر دلار گرونه نمیشه خرید. آره واقعا نمیشه. میخوام ببینم اون چیه. اون آخرین باره که اینجا بودم اونجا نبود، اما هنوز میترسم چون چیزی که دیدم که میخزید. نمیدونم اگه یهو به سمتم بیاد چی. کاری کردم به نظر برسه رفتم، ماشینمو بیرون قبرستون پارک کردم و یه جورایی پیاده اومدم داخل، ولی میخوام ببینم این چیه. به اون نگاه کنین. من فکر کنم اول نور خونه است. آره همون از دور فکر کنم نور یه خونه ای مثلا یه چیزی شنیدم مثلا نگهبانی مثلا قبرستون. داشتم سمت اینجا می اومدم و یه چیزی جلوم دیدم یا شنیدم. هیچی نمیبینم. عجب خوفه. خیلی ترسناکه. اونجا قبرستون دیگه ای هست. زمانم رو کنترل میکنم تا به اونم برسم. ایناش دیدی یه قربرت شد؟ دیدی؟ آره دقیقا الانم دوباره این همه که دیگه. آره بیایم بریم. این بوت‌ها رو خریدم. پشه نمیتونه باشه چون نگاه کن همش اگه پشه بود همش رد میشد مدام. میتونید اینو ببینید؟ یه دونه میره میاد. پشه نیست. یه بوت بلند لبه‌دار. پشه نیست. اینقدر دیگه من از اینا دیدم. یه حالت مواج مانند خیلی ریلکس حرکت میکنه. دقیقا. خدایا فکر کردم یه نفر اونجا وایستاده و یه چیزی مثل فانوس تو دستشه، ولی فقط مجسمه یه فرشته هست که یه شمعی نورانیش کرده. واقعا خیلی بزرگه، شبیه یه فرد بلندقد هست که اینجا وایستاده. راست میگه بنده خدا، اینو از دور هر کی ببینه وحشت میکنه. آره نورم روشن کردن تازه زیرش. آره صدا رو شنیدی؟ اون دیگه چه صداییه؟ صدا من موهای تنم سیخ شد. صدای جیغ بود، صدا حیوان اینطوری نیست. جهت مرور. آره قبرستون. شما چی میبینید اگه نورمو خاموش کنم؟ احتمالاً چیز زیادی نبینید. هیچی. آرامگاه اون طرفه. تقریباً چند قدمی تا اونجا فاصله هست از اینجا و اونجا که 2 تا چراغ هست شبیه ورودیه. من اونجا از مرکز یه صدایی شنیدم و اون دقیقاً جاییه که باید برم. نمیدونم اون چی بود، ولی مثل صدای حیوان بزرگ بود. خیلی خوب، هنوزم صداش میاد. میخوام برم اونجا. اومدم سمت آرامگاه. حرام. اونجاست جلوی من و گهگاهی هم صدای حرف زدن یکی رو میشنوم. نگاه کنید، میشنوین؟ از پایین اینجا میاد. یه نور دیگه اونجاست. گوش کنید.
یا صدای حرف زدن یادگاری که لای درخت‌ها داره حرف میزنه. آفرین. من احساس میکنم که داره آواز میخونه. آره دقیقاً صدا زمزمه طوره. دارم سمت جایی که قبرستون هست میرم. پایین تر از اینجا. بعد من دقت کردم خیلی ترسناکه. برانکو جاهایی میره که مثلا مثل دعانویس خودمونو یه سری آدمایی که عجیب غریبن هم اونجا هست. تنها نیستم. یعنی کسی که نشون میده بعضی وقتا موجود نیستن، آدم عجیب غریبن. صدای حرکت میشنوم که از منطقه جنگلی میاد. الان جایی که دارم میرم همون جاییه که اون طرف پشت بوتا حرکت کرده بود و هیجانی براش ندارم. تنها دلیلی که دارم این کار رو انجام میدم اینه که مسلحم و آره خیلی از شماها میخواین این کار انجام بدم اینجوری که فرانک نمیتونی فرار کنی، باید بری جستجو کنی، ولی میتونه یه فرد اونجا باشه، میتونه یه فرد واقعی باشه. خیلی خوبه، راست میگه واقعا. این کاری که انجام میدم میرم اونجا و میفهمم اون چیه. لعنتی تو جستجو خفت شدن خیلی طرزش بیشتره. راستش بعد وقتی اول اینجا اومدم بله عزیزم جن باشه 4 تا آیت الکرسی میخونی میره. دقیقا ولی خف بشی و وسط بیابون دست به هیچ جا بند نیست، یعنی راحت خف میشه. و اگر بیننده ها تا اینجای ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کن، جدید هستی سابسکرایب بکن، چون کانالم تازه زدیم خیلی لایک ها رو میپرنه بچه حتما لایک کنه. سایه سیاهی بود که حمایت شما لایکتونه به طرف قبرستون، لایک و کامنت و توجهی به طرف دیگه که صورت دیدم نداشتم. میخوام حواسم به اینجا باشه، میخوام مطمئن شم که واقعا کسی نیست. تقریبا اینجا رو جا گذاشته بودم. سعی میکنم دوربین تا جایی که میتونم ثابت نگه دارم. خدای من باید برم این مکان رو چک کنم ببینم چی اونجاست. خب من الان دوربین حرارتی رو من عاشق اینم. نگاه اینجا قبرستون من عاشق اینم ها. اصلا تو ابزار رو نگاه کن خدا وکیلی. همین دوربین حرارتی تو جیجیکالا هست آجی، نزدیک 50 میلیونه 60 میلیونه. با به خدا ارزش داره، یعنی اگه کسی دستش برسه حمایت بکنه، یعنی مثلا کسی حالا اسپانسری بشه اینا، بتونه یه همچین دوربینی برای یه تیمی بخره بده بره اون جستجو، شخصا خودم پروموتش میکنم، شخصا اون گروه رو پروموت میکنم. خدا ببین تو نگاه بکن. اصلا داشت خیلی ها درآمدشون هست با درآمد 3 روزشون اینو بخرن ولی نمیخرن، واسه مخاطب ارزش قائل نیست. نمیکنن. آفرین. ولی اگر من داشته باشم بلا استثنا یعنی چون شک نکنین کارو میکنم. من واقعا درآمد کانالم اونقدر بود یه روزم مکس نمیکردم، فقط ابزار میخریدم. آره بابا جستجوگریم دیگه، جستجوگر باید ابزارمون اوکی باشه، درخت باشه. دقیقاً. سعی میکنم ببینم کسی داخل یا بیرون از قبرستون یا اطراف جنگل هست یا نه. خب الان رو طیف متفاوتی جنگل رو چک میکنم. یه صدای شبیه شکستن شاخه شنیدم، ولی شاخه خیلی سنگین. میخوام ببینم میتونم. فکر کردم یکی اینجا واسطاده کنده رو دیدم. فقط کنده درخت. آره منم برام ریخت. شما نمیبینید ولی من دیدمش. من به یه عینک دید در شب داره، اونو دیدی امیر؟ خیلی خفنه. آره اصلا این فرانکو خیلی ابزارش کامله. میخوام نورم روشن کنم. نه نمی کنم و تاریک بمونم. این آرامگاه اینجاست. این دید در شبشه ها، دید در شب رنگیشه، اینجوری داره نشون میده. اصلا خیلی کیفیت کار رو میبره بود. هیچی، یکم طول کشید تا دوباره اینجا بیام. اون نور چی بود اون بوشه؟
یه چیزی من دیدی کشیده شد، رفت پشت بوته. دقیقا کشیده شد، خودش متوجه نشد. این آرامگاهه. بذار بزنم عقب حاجی. نگاه اصلا خودش هم نمیفهمه چیه. قشنگ اینجا نگاه کشیده میشه، اصلا زاویه دوربینش هم تغییر نمیکنه. وای این خودش هم این نفهمه. آرامگاهه. البته گفت شاید حیوان. نه فکر کنم فهمید، گفت شاید حیوان بود. لعنتی خیلی مضطربم الان. عکس بعضی از افراد خانواده رو میبینیم. اونجا نور میبینم. اومده نزدیکتر. این چیه؟ چرا انقدر چشاش گنده است؟ گربه است؟ سلام. یه گربه سیاه دقیق با این رفتار عجیب جلوش در اومد. این چشاش چقدر گنده است؟ میگم آخه نمیخوام جو بدم ولی دیگه چی میشه اسمشو گذاشت؟ یه گربه سیاه دقیق پشت بوته ها جلو همون نشونه در میاد از جلوی بوته. یه گربه سیاه نشونه بدی محسوب میشه. منو نکش سینیور گربه. اوه خدا منو ترسوند. فکر کردم یکی داره نگام میکنه. خب من کارم با آرامگاه تموم شده. خوشحالم بیرون اومدم. ولی من توپ گربه خریدم و میخوام اونو تو آرامگاه اینجا جلوی خودم بذارم. ببینم چی کار میتونم بکنم. چیزی نبود، فقط یه گربه سیاه که پشت بوته ها بود. حالا دارم نزدیک مکانی میشم که صورت دیدم. مردم بهم میگن چهره‌ای که دیدم شبیه بیگانه ها بود. راستش من فکر میکنم یه شخص بود یا نمیدونم. یه چهره ترسناک، واقعا ترسناک بود و حرکت نمیکرد. ولی این جاییه که دیدمش. اوه خدا، روی چیزی قدم گذاشتم. این مکان واقعا وحشتناکه. اینجا خیلی تاریکه و هیچی نیست. اوکی، بریم داخل آرامگاه. خیلی تاریکه. آیا رو خاموش میکنم تا ببینید چقدر تاریکه. نگاه کنید، هیچی. ظلمات قشنگ. آره نور اونوره. فقط از دید در شب برای دیدن استفاده میکنم. خیلی خوب، اینجاست. نور کوچیکم بدرخش برا من، نور کوچیکم بدرخش برا من. الان تو تاریکی من داخل آرامگاه هستم. بعد یه چیزی هم که هست، وقتی آدمو میترسن توی موقعیتی سعی میکنن به مسخره بازی بگیرن که فکرشون پرت بشه. یعنی اینو همه انجام میدن. اینم الان داره هی به مسخره بازی میگیره، میخواد فکرشو از اونجا حتی گربه دیدیم به شوخی گرفت که فکرش پرت شه از قضیه. آره ببین خود من بارها شده امیر توی جستجوهام شده ذهن خودم، شاید مثلا زمزمه نکنم یا آهنگ نخونم ولی تو ذهن خودم شروع کردم به آهنگ خوندن. یا مثلا اومدم با مخاطب شروع میکنم به شوخی کردن. چرا؟ چون انرژیم رو برگردونم، میدونی؟ چون واقعا ترسناک حاجی. آره دیگه با بالاخره انسانی میترسیم. از زمانی که اومدم چیزی نشنیدم علاوه بر چیزی که جلوی در دیدم. میخوام یه سشن با توپای گربه و جعبه روح انجام بدم، ببینیم چی میشه. الان من دوربین دید در شبمو بیرون دارم. نمیدونم میبینید یا نه ولی همونجاست. و یه اسباب بازی بیرون آوردم که خیلی وقت استفاده نکردم ازش. به نظر نامناسب میاد ولی میدونم که درک میکنین. این جعبه روحم و همچنین توپ گربه آوردم.
میبینی؟ خودش درست کرده این جعبه رو. من بهم میگم فرانک تو باید تو به گربه داشته باشی. بعضی وقتا اسپید باکس ها رو دستساز درست میکنم. اینو روشن میکنم و سوالاتی میپرسم و ببینیم چه جوابایی میگیرم. اگه کسی اینجا با منه میتونی. همیشه همین حسو دارم. نمیدونم همینو داره میگه یا نه. میتونم اسمتو بپرسم؟ نکن. چه کار نکنم؟ ازت نپرسم؟ اسم من فرانکه. گفتم شاید بتونی درباره چیزایی که دیدم بهم بگی. گفت خداحافظ. میدونی صداها از کیه؟ این یه نفر دیگه بود. یه پشه بزرگ اینجاست. چند تا روح داخل اتاق هستن. میتونم بپرسم؟ یه صدای حالت ناله اومد. شیش نفر. منم میخواستم بگم 6 تو. اینا همش داره از اون خدا. باید فلش رو خاموش کنم. در واقع میخوام اینجا بذارم روشن باشه. چی شد؟ اون گفت میگه فقط ترک کن. فقط برو. این از این. بچه ها من صدای محیط رو حذف نکردم یعنی هرچی تو صدای محیط هست رو گذاشتم. فقط صدا فرانکو حذف شد. اصلش هم همونه. چیه؟ بهم گفتی فقط برم؟ گفت فقط برو. لعنتی. بله. لطفاً. صورتی که من پشت این چیز اینجا دیدم چی بود؟ اون صورت کی بود؟ درخت. تو میدونی. گفت تو میدونی. واقعاً؟ تو میدونی؟ چون اگه میدونستم میگفتم ولی نمیدونم چیه. روبرود نشسته. روی یکی از این صندلی‌ها نشستی؟ آروم. این وسیله واقعا عالیه. واقعا جوابایی که میگیرم و دوست دارم. دلم برای این تنگ شده بود. آشنایی باهات باعث افتخاره. اسم تو بهم بگو. چه سالی؟ نه. انگار یکی دیگه داره با ما حرف میزنه. تو دوستی؟ بعدی؟ داری از اینجا محافظت میکنی؟ اون دیگه چی بود؟ الان میخوام برم و سشن رو تموم کنم. ممنونم که با هم حرف زدی. افراد دیگه ای هم هستن. فکر کنم همینو گفت. افراد دیگه ای هم هستن. ممنون که با هم حرف زدی. فکر کنم با اینجا بودن خودم رو تارگت بزرگی کردم. نفهمیدم. گفت پا یا همچین چیزی. ممنون که با هم حرف زدی. باید برم. خب چه عرقی کرده. خدایا همه صدا میشنوم. آره ترسیده دیگه. میخوام این اطراف بگردم. میخوام از اینجا برم و بیشتر اون اطراف رو بگردم. چون من شبیه چراغ برقم الان و همه چیز اطرافم تاریکه. بریم. پشت سرش من یه سیاهی احساس کردم. متوجهش نشدم. نمیدونم گفت بای یا سلام یا نمیدونم. ترسناک بود. این وسیله عالیه. میخوام یه نگاه سریع با آرامگاه پشتی بندازم. چون مطمئنم همه جا نور میدرخشید و امکانش هست مورد توجه چیزی قرار گرفته باشم. اینجا رو چمن راه میرم. لعنتی. یه چیزی میبینم. اینجا میخوام دوباره سوت بزنم. چیه اونجا؟
چی اونجا؟ نمیدونم همون آدمه یا نه. چقدر هماهنگ. یه چیزی اونجا وایساده مثل اون، تو هم میبینی شبح مانند سفیده. نگاه تکون قشنگ راه میره. آره مثل یه آدمی میمونه که تسخیر شو، اصلا حالت عادی نداره. آره میخوام نور بندازم. با بنداز دیگه. من یه حالت محو مانند شو، محو شد. اون چه کوفتیه؟ آدمه؟ هی داره تکون میخوره. چیه؟ آقا من فکر کنم آدمه. خدایا نگاه بهش ترسناکه. هولی شت. تصور کن الان اونجا باشه این داره جلو قر و غمیش میاد. پشتمو ببین. خیلی عجیبه. بعد آدمه ولی آدم نرمالی نیست. اینجا چی کار میکنه اصلا با این حالت؟ آدم نرمال اونجا که نمیره. حرکت میکنم، به اون نزدیک نمیشم. تا اینجا ویدیو رو اگر دیدی حتما لایک کن. اینجا رو حتما بچه فیلتر میندازم. چشمام نمیتونم هیچی رو ببینم. لعنتی اون دنبالشه. اصلا داره میره، انگارم نیده اینو. چی؟ نه بابا داره میاد دنبالش. راه میره. مسته؟ نه فکر میکنم میاد تصویر مسخیری شده. داداش نگاه چی جوری داره میاد. خیلی ترسناکه. کریپی ترین ویدیویی که من از فرانکو تا حالا دیدم. سفید نبود بچه سیاه شد یهو. اون چیه؟ نه اون با دید در شب داشت نگاش میکرد. بعد چون دید در شب بود سفید. برمیگرده عقب. آره بود نگاه داره میدوه. اینه یعنی ترس. بعد بچه ها فقط تو جستجو ممکنه موجود ماورایی نبینی ها. همین انسانی که حالت جن زده هم از خودش ترسناکه دیگه. نگاش کنیم. اون چه موجودیه؟ آجی اون اصلا نگاه راه نمیره. اون آره. راه نمیره. اونی اصلا انگار شناوره. دقیقا اول دیدمش. خیلی هم گونده دور دیدم. ببینم میتونم بیام اینجا. نورو تو بگی رون یهو قیب نشه پشت سر در بیاد. خدای من اون چندشاوره. نمیدونم اون یه آدم بی خانمانه یا نه. فکر کنم اینجا زندگی میکنه. آدم کجا بوده عزیزم؟ هرچی که هست فکر کنم اینجا زندگی میکنه. شناوره. خوشبینانه ترین حالتو میگیره که نترسه. میخوام ماشین رو بگیرم. برگشتم داخل قبرستون، فقط ماشین رو گرفتم. یه صدای زوزه عجیبی اون داخل شنیدم و باورتون نمیشه ولی از ناکجا آباد یه ماشین اومد. نگاه کنید. حالا یه ماشین اینجاست. این همون مکانیه که اون فرد سیاه پوشو دیدم. یه جورایی داشت میلنگید. همون مسیره. پایین هم اینجاست و اونجا یه ماشین هست. این موقع شب ماشین تو قبرستون چی کار میکنه؟ همین دیگه. اینا فکر کنن جادوگرن میدونی؟ دقیقاً یه تلسمی کاری داشتم میکردم. نمیدونم آیا همون فردا گرفتم. قبرستون منبع من اونور نمیرم. تلسمات اجنه است. بذارید به گوشی تعویض کنم. دور زد رفت. الان به گوشیم متصل شدم و میدونستی این موگ داره امیر؟ جان؟ اینجا وای میستم. موگ داره. این موگ داره. خب حرارتیه. موگ حرارتی داره. موگ چیز داره. دید در شب داره. من رفتم سرچ کردم. خب که این چی جوری داره این کارا رو انجام. موگ داره. حاجی موگا رو وصل میکنه به چیز. اون گوشی آیفونی که داره موگا رو وصل میکنه به اون دوربینش بشه دید در شب. دید در شب واقعی ها. نه فیک. کار سنسور داره. آره
یکی دو سال پیش نگاه کردم 18 میلیون بود اون ماگا. خیلی خفنی. قطعا داشتم یه تلسم یه کاری تو قبرستون میکردم. آره میگردم اونجا نمیدونم اون طرف فقط اون یکی رو برداشت و بعد تو بعضی از کشورها اینقدر جن ریاضت میکشن که اصلا نوع رویت جن و کلا همه چیزای ماورشون ممکنه با ما فرق کنه اصلا. حالا این چیزی که من شنیدم درست و غلطش رو نمیدونم ولی دیگه نه این واقعیه. اونا هستن. نه واقعیه. رفتن کلا. نه آجی فکر کنم بایستادن. اونا یه هایی به اون ماشین پیداشون شد. برمیگردم اونجا نمیدونم اون طرف فقط اون یکی رو برداشت و رفت یا چی؟ قرار بود اون شب ماشین اومد و اونو گرفت. آره همون. حتی اومدنشون رو ندیدم. اومد اونو میدونم اومد اونو برداشت و رفت. آره اومد دنبال اون. این آخرین جاییه که دیدم اون چیز راه میرفت یا نمیدونم تکون میخورد. فکر کنم اینجا زندگی میکنه چون که همیشه اینجاست. و الان ساعت رو نگاه کنید. نقشه نه اینجا رو 4:19 دقیقه صبح. هولی شیت. اینجاست. هیچی نمیبینم. مطمئن شم این جاییه که با جعبه روح کار میکردم. اون چیزیه که اول توش دیدمش. لعنتی. میخوام الان از اینجا برم. نمیدونم اون از کسی کمک خواست و بعد یکی اومد و گرفتشون یا گرفتش. نمیدونم چی هست. داستانش عجیب بود. بچه‌هایی که شبیه یه جادوگر دوست دارن نظرشون رو داخل کامنت ها بنویسن که ببینیم نظر شما چیه. به نظرتون چی بود؟ به نظر انسان بود، جن بود، کریچر یا موجود ناشناخته. آمریکای جنوبی میبینید. ولی آره میخوام از اینجا برم. شاید یه شب دیگه برگشتم. ممنون بچه ها بابت تماشای فرانکو تیوی. من 100% متقاعد شدم که یه نفر پشت قبرستون زندگی میکنه. اول مطمئن نبودم چیه ولی یکی اونجا زندگی میکنه. یا داره منو میترسونه یا نمیدونم یه قابلیت چیزی داره. خودم هم نمیدونم. شما چطور فکر میکنید؟ عجب ویدیویی بود امیر. عجب ویدیوی فوق العاده ترسناک و هیجان انگیزی بود. یکی از شاهکارهایی که تو انجام دادیم بود که این ویدیو خفن اومد دوله کرد. یعنی من هیچ جایی توی یوتیوب فارسی ویدیویی با این کیفیت ندیدم و نخواهم دید و این واقعا محشر بود. مخصوصا اون صحنه‌هاش که ما اون فرد رو دیدیم و اون فرد دنبال فرانکو بود و چقدر دوبلورش زیبا این قسمت رو در آورده. میگم اصلا اصل قضیه همین بود دیگه. اصل این ویدیو این بود که بفهمیم اصلا اون شخصی که اونجا بود کیه. جن زده است، اصلا ماوراییه. اینش مهمه بچه‌ها. توی جستجوهایی که میبینین دنبال سرنخ باشین. بعضی وقتا جستجوی کم صحنه یه داستان خوشش داره که اصلا 100 تا صحنه بهتره. دقیقاً. اینم از همون جستجو دقیقاً بود. میدونی آفرین. ما چون جستجوهای واقعی معمولا اتفاقات خیلی کمی توشون میفته ولی همون که رخ میده مستنده و کاملا واقعیه و فرانکو یکی از خفن‌ترین جستجوگرهای مکزیکه و اسپانیایی زبانه ولی انگلیسی رو مسلطه. خیلی کارش خوبه. دقیقا. و به نظر من پیشنهاد میدم بچه ها توی کامنت ها کار بعدی رو چیز بکنن، بیان بگن و اگر از این
خوششون اومد، از این ریاکت 2 نفر خوششون اومد، حتما اونجا عنوان بکنن و اینکه بگن از چه کسی باید ویدیو بعدی رو حتما ویدیو رو لایک کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنین، داخل کامنت هم حتما بنویسین که دوست دارین دوباره دوبله بذاریم یا نه. و دم مستی هم گرم که امروز وقتشو داد اومدیم با هم دیگه ویدیو رو دیدیم. 100% ویدیو زیاد با مسی میذاریم، مثلا ما مسی تیمی، مثلا جدا از بحث یوتیوب. آره فرقی نمیکنه. آره نه این جفت کانال یکی هن. و اینکه بعد از مدت ها امیر من تونستم یه ویدیو فوق العاده خفن ببینم، اصلا حالم خوب شد. میدونی چی دارم میگم؟ وقتی که اهل هیجان باشی، آدرنالین رو دوست داشته باشی، اتفاقی که میفته ویدیو خوبی که ببینی اصلا حالت عوض میشه. مثل که این آدرنالین خوب رو بهم هدیه دادی. خیلی دوست دارم، واقعا کارت خوبه. آره رو حتما سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم فعال بکنید و این ویدیو رو حتما لایکش بکنید. بچه‌ها تا یه ویدیو ترسناکی دیگه میبینیمتون. فعلا بدرود.